به نام خداوند بخشنده مهربان. معلومات مختصر درباره سوره فلق. این سوره جزء سوره های چهارقل است. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که از هر شر به خدا پناه ببرد، مخصوصاً از شر تاریکی شب، زنان سحر کننده و از شر حسودان. بنابراین آیات این سوره دو مطلب را بیان می کنند. آیت یکم این سوره خدای را معرفی می کند که باید به او پناه برد. بقیه آیت ها هم چیزهایی را معرفی می کنند که از آن چیزها باید به خدا پناه برد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح. من شر ما خلق. از شر تمام آنچه آفریده است. و من شر غاسق اذا وقب. و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود. و من شر النفاثات فی العقد. و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند. و من شر حاسد اذا حسد. و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد.